آواز خاموش دو قلب. پسر پادشاه و دختر فقیر. شب آرامی بر سرزمین هاماور افتاده بود. شهری که مثل گهواره‌ای بزرگ مردمش را در آغوش گرفته بود. نسیمی لطیف از میان درختان انار عبور می کرد و عطر شیرین شکوفه ها را در فضا می پرید. آسمان مثل پرده‌ای مخملی با ستاره هایی پوشیده شده بود که هر کدام انگار قصه ای را آهسته زمزمه می کردند. در چنین شبی سرنوشت تصمیم گرفت تارهای ناپیدای خودش را کمی نزدیکتر ببافد بی آنکه کسی بفهمد. قلب این قصه از دل قصر پادشاه شروع می شود. قصر با شکوه بود. آنقدر با شکوه که اگر کسی برای اولین بار آن را می دید نفسش در سینه حبس می شد. ستونهای سفید و بلندش در نور مشعلها می درخشیدند. نگهبانان با ذره‌های طلایی در رفت آمد بودند. اما در گوشه‌ای پشت پنجره‌ای پر از شیشه‌های رنگی جوانی تنها نشسته بود. او شاهزاده الیار بود. پسری که همه از او انتظار داشتند وارث قدرت و شکوه پدرش باشد. اما در نگاه او هیچ ردی از غرور شاهزادگی نبود. الیار از کودکی با دیگر شاهزادگان فرق داشت. وقتی بچه‌های دیگر شمشیر بازی می‌کردند، او با کتاب‌ها دوست بود. وقتی جوانان اشراف در میدان‌های بزرگ اسب سواری می‌کردند، او در باغ‌های قصر زیر سایه درختان قدم می‌زد. و وقتی همه به فکر افتخار و قدرت بودند، او دنبال چیزی می‌گشت که نامش را نمی‌دانست. یک نوع آرامش، یک گرمای پنهان، یک صدای خاموش. آن شب نیز الیار حس بی‌دلیلی داشت. انگار دلش می‌خواست از دیوارهای بلند قصر عبور کند، نه برای فرار، بلکه برای پیدا کردن چیزی که خودش هم نمی‌دانست چیست. نور ماه از پنجره روی صورتش افتاده بود و نگاهش گم شده بود در نقطه‌ای نامعلوم. چند دقیقه بعد تصمیمش را گرفت. امشب از قصر بیرون می رود، بی خبر از همه. به آرامی لباس ساده‌ای پوشید و از راه مخفی که فقط خودش می دانست بیرون زد. هوای شب خنک بود و خیابان‌های شهر آرام. مردم خوابیده بودند، اما گاه به گاه چراغ خانه‌ای روشن بود و صدای نرم تکان خوردن پرده‌ها با باد شنیده می‌شد. الیار قدم زنان در کوچه‌ها پیش می‌رفت و با خودش می‌گفت چقدر زندگی بیرون از قصر واقعی‌تره، ساده‌تر اما گرم‌تر. در گوشه‌ای از شهر، در محله‌ای کوچک و خاکی، یک نانوایی قدیمی هنوز باز بود. دود آرامی از دودکش آن بالا می‌رفت و بوی نان تازه در هوا پیچیده بود. کنار در ورودی نانوایی دختری نشسته بود که موهایش را زیر روسری جمع کرده بود و با خنده‌ای لطیف با یک کودک بازی می‌کرد. همانجا بود که جهان الیار برای چند ثانیه ایستاد. لبخند دختر آرام بود، صادقانه بود
نه مثل لبخندهایی که در مهمانی‌های رسمی میدید. لبخندهایی که پشتشان انتظار و حسابگری پنهان بود. این لبخند اما بوی زندگی میداد. انگار نسیمی در دل الیار وزید و قلبش برای اولین بار آرام نلرزید، بلکه گرم شد. تجربه‌ای که برایش تازه بود. دختر مهسا بود، دختر نانوا. او به سادگی صبحانه‌ای که مادرش آماده می‌کرد زندگی می‌کرد. نه لباسی اشرافی داشت، نه رویایی بزرگ. اما قلبی داشت که از صدها قصر روشن‌تر بود. او در میان سادگی زیبایی می‌دید و در میان کمبودها امید پیدا می‌کرد. الیار مدت کوتاهی فقط تماشایش کرد. خودش را سرزنش می‌کرد که شاید بی‌دلیل ایستاده، اما نمی‌توانست نگاهش را بردارد. دلش آرام می‌گرفت. دلش آرام می‌گفت این دختر شبیه هیچ کس نیست. اما قبل از اینکه نزدیک شود یا چیزی بگوید، ناگهان کودک به او نگاه کرد و خندید. مهسا نیز نگاهش به الیار افتاد. برای چند ثانیه همه چیز میانشان آرام شد. انگار دنیا چند نفس سکوت کرد. اما الیار ترسید مزاحم شود. به خصوص که نمیدانست او درباره‌اش چه فکری میکند. پس آرام عقب رفت و در سایه کوچه گم شد. مهسا چند لحظه به جایی که او ایستاده بود نگاه کرد. حس غریبی داشت، اما نمیدانست چرا. انگار نگاه آن جوان ساده نبود، مثل نگاهی که چیزی را از دور صدا میزند، بیان که حرفی بزند. صبح روز بعد الیار به خودش قول داد که بیرون نمی رود، اما قلبش چیز دیگری می گفت. تا ظهر دوام آورد. بعد ناگهان حس کرد باید او را دوباره ببیند، نه برای صحبت. فقط برای اینکه از دور مطمئن شود شب گذشته رویا نبوده. این بار مهسا کنار چشمه میدان نشسته بود. چند شاخ گل‌های کوچک بنفش در دست داشت و آنها را با ظرافت کنار هم می‌گذاشت. یک پیرزن با او صحبت می‌کرد و مهسا لبخند می‌زد. باد موهایش را تکان می‌داد و آفتاب روی صورتش می‌نشست. الیار جلو رفت، اما با ادب و تردید. انگار که به مقدس‌ترین مکان نزدیک می‌شود. چقدر قشنگشون می‌کنی؟ مهسا سرش رو بلند کرد. نگاهش ساده و روشن بود. گل‌ها خودشون قشنگن. من فقط کنار هم میذارمشون. الیار بی اختیار لبخند زد. من الیارم. منم مهسا. بعد با کمی تعجب و خجالت اضافه کرد. شما از این محله نیستید، درسته؟ الیار گفت میشه گفت نه، ولی دوست دارم از امروز باشم. سکوتی کوتاه بینشان نشست، اما سکوتی که مثل نسیمی آرام بود، نه مثل انتظار. مهسا دست گل را به او نشان داد. برای مادرمه. وقتی کار زیاد میکنه شادش میکنه. و همین جمله برای الیار کافی بود تا حس کند که این دختر عمیق‌تر از همه مردم درباری است که میشناخت. او زیبایی را در چیزهای کوچک پیدا میکرد. لحظه ها برایش مهم بود، نه آینده و گذشته‌های پرزرق و برق. آن روز بیشتر از همیشه حرف زدند. درباره زندگی، کتاب‌ها، خیالات کودکانه و حتی ترس‌هایی که کمتر کسی اعتراف می‌کرد. مهسا گفت بعضی وقتا فکر می‌کنم دنیا بزرگتر از چیزیه که ما می‌بینیم.
اما من همین گوشه کوچک را دوست دارم. الیار آهسته گفت من همیشه فکر می‌کردم دنیا برام کوچیکه. ولی حالا می‌بینم شاید خیلی چیزا رو اشتباه فهمیدم. روزها گذشت. هر روز که فرصت می‌یافت الیار بیرون می‌رفت و مهسا را می‌دید. گاهی کنار چشمه می‌نشستند، گاهی نزدیک نانوایی، گاهی در بازار. مردم فکر می‌کردند او جوانی معمولی است. لباس ساده می‌پوشید، سرش را پایین می‌گرفت و سعی می‌کرد شناخته نشود. اما یک چیز معلوم بود. دو قلب آرام آرام به هم نزدیک می‌شدند. مهسا از زندگیشان می‌گفت، از پدرش که نانوا بود و همیشه دستانش بوی آرد می‌داد. از مادرش که خسته بود و اما همیشه لبخند می‌زد. از خواهر کوچکش که شبها برایش قصه می‌گفت. الیار از کتاب‌هایش می‌گفت و از رویایی که برای آرامش مردم داشت. اما هیچ کدام حقیقت بزرگ را نمی‌گفت. الیار شاهزاده بود و مهسا دختر نانوا. با این حال هیچ کدام نمی‌ترسیدند تا روزی که باد تقدیر جهتش را تغییر داد. یک عصر وقتی الیار و مهسا کنار بازار قدم می‌زدند، ناگهان صدای بلند یک سرباز شنیده شد. شما اینجا چی کار می‌کنید؟ الیار لحظه یخ زد. دو محافظ قصر نگاهش کردن و با شگفتی گفتند شاهزاده. مردم با تعجب برگشتند. مهسا دست پاچه عقب رفت. قلبش تون می‌زد. سربازها اطراف الیار حلقه زدند. ما همه جا دنبالتون بودیم. پادشاه سخت نگران شده. الیار خواست چیزی بگوید اما نگاهی به مهسا انداخت و دید که دنیا در چشمان او فرو ریخته. مهسا آرام بدون کلمه‌ای یک قدم عقب رفت. سربازها الیار را با خود بردند. مردم پچ پچ می‌کردند و مهسا تنها ماند، با قلبی که نمی‌دانست باید بشکند یا صبر کند. آن شب پادشاه با صدایی سنگین گفت الیار، شنیدم روزها با دختر یک نانوا می‌گردی. این در شأن تو نیست. الیار آرام جواب داد شاید شأن رو باید دوباره معنی کنی. پادشاه گفت دنیا بر اساس چرندیات شاعرانه نمیچرخه. تو وارث این سرزمینی. الیار اما گفت من وارث قلب خودمم. پادشاه خشمگین شد و او را از خروج از قصر ممنوع کرد. اما عشق دیوار نمیشناسد. الیار آن شب از پنجره پنهانی بیرون رفت و خود را به خانه نانوا رساند. مهسا بیرون ایستاده بود، انگار منتظر خبری که نمیدانست خوب است یا بد. وقتی الیار رسید مهسا گفت تو شاهزاده‌ای، چرا نگفتی؟ الیار به آرامی جواب داد چون نمیخواستم تاجم باعث بشه منو بشناسی. میخواستم من واقعی رو ببینی. مهسا با صدای لرزان دنیای تو از دنیای من خیلی دوره. این قصه مال ما نیست. الیار جلو رفت، دستش را گرفت. قصه وقتی شروع شد که تو لبخند زدی. قطره اشک مهسا جاری شد. و اینجاست که فصل اول تمام می شود. اما این فقط آغاز طوفان است. باد عصر گاهی آرام از میان کوچه های باریک شهر می گذشت و بوی نان تازه را با خودش می آورد. اما برای مهسا آن شامگاه شبیه هر روز دیگر نبود. حس عجیبی داشت. انگار قلبش بین دو دست نامرئی کشیده می شد. از یک سو لبخندهای آرام روزهای گذشته در ذهنش موج می زد.
از سوی دیگر حقیقتی که مثل سنگ روی روحش افتاده بود. الیار شاهزاده بود. او هیچ وقت به دنیاهای بزرگ فکر نکرده بود. نه قصر، نه تاج، نه مقام. زندگیش ساده بود. اما همین سادگی برایش عزیز بود. اما حالا در حضور جوانی که تا دیروز برایش فقط یک الیار بود، دنیا یکباره تغییر کرده بود. الیار روبرویش ایستاده بود، نه با لباس شاهزادگی، بلکه همان لباس ساده‌ای که همیشه می پوشید. چشمانش آرام اما کمی ترسیده بودند. انگار نگران بود مهسا از او فاصله بگیرد. مهسا آهسته گفت چرا نگفتی؟ حتی یک بار. حتی وقتی می دیدی حرفم واقعی و ساده است. الیار آهی آرام کشید. چون می ترسیدم همین لحظه‌ای که الان بینمونه زودتر اتفاق بیفته. فکر کردم اگه بفهمی دیوار می کشی. مهسا سرش رو پایین انداخت. آخه می کشی الیار، تو نمیفهمی. دنیای تو با دنیای من فرق داره. من دختر یک نانوا هستم و تو وارث یه سرزمین بزرگی. مردم چی میگن؟ پدرت چی میگه؟ اصلا این صدا در گلویش شکست. الیار جلو آمد. دست مهسا لرزید اما عقب نکشید. مهسا، من نمیخوام درباره دنیا حرف بزنی. من درباره ما حرف میزنم. تو فکر میکنی من اگر انتخابی داشتم انتخابم تاج بود؟ نه. انتخابم اون لحظه‌ای بود که برای اولین بار دیدمت. دنیا رو اون موقع فهمیدم، نه وقتی که تو قصر زندگی میکردم. مهسا نگاهش کرد. در نگاه الیار چیزی بود که نمیتوانست نادیده بگیرد. صداقتی خام، گرمایی که سالها دنبالش میگشت بیان که بداند. با این حال لبخند تلخی زد. اگر واقعا منو میفهمی باید بدونی که این قصه برای ما آسون نمیشه. الیار آرامتر از همیشه گفت هیچ قصه‌ای که ارزش خوندن داشته باشه آسون نیست. مهسا مکث کرد. قلبش برای لحظه‌ای نرم شد، اما بلافاصله تصویر پدرش، مادرش، محله‌شان، نگاه سنگین مردم و نفس قصر در ذهنش زنده شد. آهسته گفت من نمیتونم برم تو اون دنیا، حتی اگه تو بخوای، حتی اگه خودم بخوام. مردم مثل تو فکر نمی کنن. پدرت که اصلاً. الیار چهرش کمی تاریک شد. میدونم ولی من میجنگم با همشون. فقط بگو که تو هم نمیخوای رها کنی. سکوتی عمیق بینشان نشست. سکوتی که صدای قلب‌ها را به گوش میرساند. مهسا هنوز نمیتوانست جواب بدهد. ترس مثل سایه‌ای پشت شانه‌اش ایستاده بود. در همان لحظه از دور صدای سوت سربازها بلند شد. الیار سری نفسش را برید. باید برگردم. پیدام نکردن هنوز. اگه بفهمن بازم اومدم اینجا. مهسا لرزید. نه امشب نه فردا. خواهش میکنم. کاری نکن که پدرت خشمگین‌تر بشه. الیار چشمانش را بست. انگار تمام دنیا در آن چند ثانیه تبدیل شده بود به همین یک جمله. آهسته گفت پس قول بده که این آخرین بار نباشه. مهسا جواب نداد اما نگاهش کافی بود. نگاهی که نه بله بود نه. فقط امیدی لرزان میان ترس. الیار عقب رفت. من پیدات میکنم حتی اگه دنیا نخواد. و مثل سایه‌ای در تاریکی کوچه ها رو گم شد. چند روز بعد بازگشت به قصر. درباره دیدار الیار و مهسا پادشاه چیزی نمیدانست، اما میدانست پسرش از قصر بیرون رفته و این برایش کافی بود. او هم پدری مهربان بود و هم پادشاهی سختگیر. برایش مهم بود که الیار راه درست را انتخاب کند.
نه راهی که از احساسات زودگذر ساخته شده. او الیا رو به تالار بلند برد. تالاری با دیوارهای مرمر سفید پر از نقاشی شاهانه گذشته. پادشاه با صدای عمیق گفت: الیا، تو باید بفهمی که هر کاری پیامدی داره. تو فقط یک فرد نیستی. هر قسمت روی مردم اثر میذاره. الیار جلو رفت. من قبول دارم، ولی مردم شادی منو هم میخوان، نه فقط نظم رو. پادشاه به آرامی سرش رو تکان داد. مردم آرامش میخوان، نه قصه های عاشقانه غیر ممکن. الیار اخم نکرد، اما نگاهش غمگین شد. بابا، من هیچ وقت ازت چیزی نخواستم. حالا دارم میگم بذار خودم زندگی خودم رو انتخاب کنم. پادشاه سخت نگاهش کرد. عشق به یه دختر فقیر؟ الیار تند گفت: فقیر بودن گناه نیست. ثروت فقط روی دیوارهاست، نه تو قلبها. پادشاه مکث کرد. این اولین بار بود که میدید الیار چنین محکم حرف میزند، اما باز هم گفت: این دختر از دنیای ما نیست و تو هم نمیفهمی چقدر خطرناکه این راه. مردم همیشه با تفاوت‌ها جنگیدن، نه با شباهت‌ها. الیار آرام گفت: پس بذار من اون آدمی باشم که این قانون رو عوض میکنه. پادشاه آهی کشید. شاید یه روز بفهمی زندگی فقط روی احساس نمیچرخه. اما الیار با لبخندی تلخ گفت: حس میکنم زندگی واقعی تازه شروع شده. از وقتی اون دختر رو دیدم. پادشاه چیزی نگفت، فقط از او دور شد، اما در نگاهش سایه‌ای از نگرانی بود و ترسی که خودش هم نمیتوانست توضیح بدهد. دلتنگی، شروع فرو ریختن دیوارهای قلب. روزهای بد سخت گذشت. الیار اجازه خروج نداشت. پنجره اتاقش را باز می‌کرد و شهر را از دور نگاه می‌کرد. اما هیچ نشانه‌ای از مهسا نبود. سکوت قصر خفه کننده شده بود. او در باغ قدم می‌زد، به سایه‌اش نگاه می‌کرد، به آسمان، به باران شبانه‌ای که بی‌رحمانه می‌بارید. یک شب زیر باران ایستاد و با خودش زمزمه کرد: مهسا، تو نمیدونی چقدر نبودن درد داره. از سوی دیگر مهسا هم در محله خود آرام نبود. هر بار صدای سم اسب یا لباس زرهی میشنید قلبش میلرزید. از سمت مردم نگاه‌های مشکوکی را حس میکرد. حتی مادرش پرسید: دخترم، تو این روزها چرا انقدر تو فکری؟ کسی اذیتت کرده؟ مهسا فقط لبخند ساختگی زد: نه مامان، فقط خستم. اما قلبش میگفت: چرا انقدر دلم تنگ شده؟ مگه چند روز گذشته؟ او هر روز به چشمه میدان میرفت، همان جایی که اولین بار با هم حرف زده بودند. اما الیاری نبود، فقط آب چشمه صدای آرامی داشت، مثل صدای دلی که گریه‌اش را پنهان می‌کند. طوفان از جایی شروع شد که هیچکس فکرش را نمی‌کرد. یک شب که مهسا در خانه بود، صدای کوبیدن در آمد. پدرش در را باز کرد و با تعجب عقب رفت. 2 سرباز روبروی در ایستاده بودند. مادر مهسا مضطرب شد و جلو آمد. سرباز با صدای سرد گفت: دختر نانوا، مهسا باید با ما بیاد. مهسا از پله‌ها پایین آمد. برای چی؟ پادشاه شما را می‌خواهد. مادرش لرزید. چه کار کرده؟ دختر من کاری نکرده. سرباز گفت: خودتان خواهید فهمید. عجله داریم. مهسا نگاهش را به مادر و پدرش انداخت. هیچ کدام نمی‌دانستند چه اتفاقی افتاده. قلب مهسا تند می‌زد.
آیا قرار بود پادشاه او را از الیار دور کند، تنبیهش کند یا با وجود ترس سرش را بالا گرفت؟ من میام. لبخندی به خانواده‌اش زد تا نترسند، اما درونش از هم میریخت. سربازها او را از میان کوچه ها عبور دادند و به سمت قصر بردند. مردم با تعجب نگاه می‌کردند. بعضی زیر لب زمزمه می‌کردند این همون دختره نیست؟ شنیدم شاهزاده از محله فقیرنشین یه نفر رو دیده. مهسا همه رو میشنید اما سعی می‌کرد نلرزد. دروازه‌های بزرگ قصر آرام باز شد و او قدم به دنیایی گذاشت که هیچگاه تصورش را هم نکرده بود. دیوارهای بلند، حوضهای شیشه‌ای، نور هزار مشعل، همه چیز انگار از جهانی دیگر بود. او را به تالاری بزرگ بردند. مهسا تنها ایستاد. چند دقیقه بعد در عظیم تالار باز شد و پادشاه وارد شد. چشمانش سرد نبود، اما مهربان هم نبود. چیزی میان این دو، مثل قضاوتی سنگین. پادشاه جلو آمد و بدون مقدمه گفت تو همونی هستی که پسرم الیار او را انتخاب کرده؟ مهسا نفسش را برید. انتخاب؟ من چیزی را انتخاب نکردم قربان، فقط او را دیدم. پادشاه کمی مکث کرد. میدانم تقصیر تو نیست. نه ثروت داری نه قدرت، اما پسرم از تو خوشش اومده. این دردسر است. مهسا لرزید. من نمیخواستم مشکلی درست کنم. پادشاه آهی کشید. من تو رو صدا نزدم تا تنبیهت کنم. فقط میخواهم بفهمی این راه برای تو خطر دارد. برای خانوادت هم. مردم ظالمن. زبانشان تیز است. دختر یک نانوا و پسر پادشاه. این قصه ها در کتاب ها خوبند. در واقعیت درد میسازند. مهسا سرش را پایین انداخت. من میفهمم. باور کنید من قصدی نداشتم. پادشاه نزدیکتر شد. تو دختر باهوشی هستی. پس باید بفهمی که بهترین کار چیست. از الیار دور شو. قلب مهسا لرزید. قربان، این حق من نیست. پادشاه آرام اما محکم گفت من ازت خواهش نمی کنم. دارم حقیقت دنیا رو نشونت میدم. اشک روی گونه مهسا را افتاد و درست در همان لحظه صدای قدم‌های آشنا وارد شد. الیار با چشمانی برافروخته وارد تالار شد. پدر، چرا او را آوردی؟ پادشاه برگشت. چون لازم بود بداند. الیار با صدایی گرفته گفت لازم نبود، این کار ظلم است. پادشاه بلند شد و دوستی با دختر فقیر ظلم و آینده کشوره. مهسا میان دو دنیا گیر افتاده بود. دو دنیایی که هر لحظه دورتر می شدن. الیار به او نگاه کرد. مهسا، بهت قول میدم من نمیذارم کسی تو رو مجبور به رفتن کنه. اما مهسا در نگاهش چیزی شکست. با آرامی گفت الیار شاید حق با پدرت باشه. الیار بهت زده گفت چی؟ تو هم یعنی؟ مهسا عقب رفت. من نمیتونم کشور رو علیه تو کنم. نمیتونم خانواده‌ام رو در خطر بذارم. مردم، حرفا، قصر، من از اون دنیا نیستم. الیار جلو رفت ولی من از دنیای تو هستم. مهسا گریه کرد. نه الیار نیستی. تو شاهزاده ای. الیار خواست دستش رو بگیرد اما مهسا دستش رو عقب کشید. تنها جمله‌ای که گفت دنیا را خاموش کرد. بعضی عشق‌ها فقط برای قلب هاست، برای زندگی نیست. و از تالار بیرون رفت بیان که پشت سرش رو نگاه کنند. الیار همانجا ایستاده بود. باد عصرگاهی از میان کوچه های سنگی هامار عبور می کرد. مردم هنوز نمی دانستند چه اتفاقی در دل کاخ در حال رخ دادن است. نمی دانستند میان دیوارهایی که همیشه رنگ تجمل داشت عشق ساده یک دختر فقیر
مثل آتشی کوچکی در حال شعله‌ور شدن است. عشقی که قرار بود آرام آرام شکل تقدیر یک سرزمین را تغییر دهد. در تالار بزرگ پدر الیار آرام قدم می‌زد. نگران بود، نه فقط از حضور دخترش در کاخ، بلکه از اینکه مردم چه خواهند گفت. بالاخره دختر او کسی نبود که در برابر شاهزاده بایستد. دخترک با آن جامه‌های همیشه وصله خورده و آن خنده بی‌ریا هیچ شباهتی به دختران اشراف نداشت. اما قلبش چیزی داشت که کمتر کسی داشت. صداقتی که دنیا را نرم می‌کرد. پسر پادشاه در اتاق کناری با حالتی پریشان نشسته بود. از لحظه‌ای که الیانا را در باغ پیدا کرده بود، مدام چیزی درونش تکان خورده بود. حس می‌کرد انگار سال‌هاست این دختر رو می‌شناسد. انگار روزی قرار بوده که این دو مسیرشان به هم برسد. اما اکنون که پدر الیانا را به کاخ آورده بودند، دلش پر از هراس شده بود. از پدرش، از مردم، از سنت، شاید ولی بیشتر از همه از این می‌ترسید که نتواند الیانا را از آن همه نگاه سنگین محافظت کند. وقتی الیانا وارد تالار شد، همه سکوت کردند. لباس ساده‌اش را در میان آن همه مخمل و زر جلوه‌ای دیگر داشت. نه زیبا به معنای تجمل، بلکه زیبا به معنای خلوص. نگاهش به آروان افتاد و لبخندی آرام گوشه لبش نشست. انگار همین لبخند بود که اضطراب شاهزاده را کمی آرام کرد. شاه پادشاه از دور با نگاهی سنگین دختر را ورانداز کرد. او مردی بود سختگیر. کسی که همیشه به نظم‌های قدیمی وفادار مانده بود. باور داشت که شاهزاده باید با شاهزاده ازدواج کند و مردم نیز این را یک اصل می‌دانستند. اما در عمق نگاه سرد او چیزی شبیه کنجکاوی پنهان بود. اسم تو چیست دختر؟ الیانا. میدانم، شنیدم پدر تو از زحمتکشان شهر است. الیانا آرام سر خم کرد. بله قربان. شاه ادامه داد و من میدانم پسرم نسبت به تو بی توجه نیست. تالار سرد شد. همه نگاه ها به سمت آروان رفت. شاهزاده جلو آمد. نفس عمیقی کشید و با صدایی آرام اما محکم گفت: پدر، من الیانا را میخواهم. نه به خاطر زیبایی، نه به خاطر آنچه ندارد و دارد. به خاطر آنکه وقتی کنار او هستم احساس میکنم خود واقعیم را پیدا کردم. شاه مکث کرد. حتی پدر الیانا هم از شدت این جمله شوکه شد. اما الیانا دلش لرزید. لرزی شیرین اما آمیخته با ترسی عمیق. شاه به آرامی گفت: این تصمیم آسانی نیست. مردم نخواهند پذیرفت. در همین لحظه یکی از وزرای قدیمی جلو آمد. مردی که همیشه طرفدار قوانین خشک دربار بود. اعلیحضرت، اگر شاهزاده با دختری فقیر ازدواج کند، اعتبار خاندان سلطنتی زیر سوال می رود. مردم می گویند پادشاهی که نتواند برای خاندانش انتخاب درست کند، چگونه برای سرزمینش درست انتخاب خواهد کرد. صدای اعتراض خفه جمعی از خدمتکاران بلند شد، اما هیچکس جرأت نداشت مخالفت کند. شاه دستش را بلند کرد تا همه ساکت شوند. سپس رو به الیانا کرد. دخترم، آیا تو واقعا آماده چنین راه سختی هستی؟ راهی که دشمن دارد، قضاوت دارد، نگاهی سنگین دارد. الیانا یک قدم جلو آمد. قلبش مثل پرنده‌ای کوچک می‌تپید، اما صدایش آرام ماند. اعلیحضرت، من هیچ وقت به دنبال قصر یا تاج نبودم. اگه اینجا هستم به دلیل احساسی است که بین من و آروان شکل گرفته. من دروغ نمیگویم. شاید ارزشش را نداشته باشم. شاید از نگاه مردم فقیرم، اما قلبم هیچ وقت فقیر نبوده. تالار سکوت شد. حتی صدای نفس هم شنیده نمیشد. و سپس
چیزی تغییر کرد. چیزی شبیه همان جرقه کوچک که گاهی در تاریکی پدید می آید و از دل هیچ آغاز می شود. شاه آهی کشید. انگار چیزی در نگاه الیانا دیده بود. چیزی که او را یاد روزهای جوانی خودش می انداخت. روزهایی که قبل از اینکه تاج بر سرش بگذارند خودش هم عاشق یک دختر ساده شده بود. اما آن عشق هرگز به سرانجام نرسیده بود. و شاید همین حس قدیمی بود که اکنون دوباره بیدار شده بود. او به آرامی روی صندلی پادشاهی نشست و با صدایی که این بار نرمتر شده بود گفت: پس باید تو را امتحان کنم دختر، نه برای تحقیر بلکه برای آنکه مطمئن شوم قلب تو آنقدر قوی هست که در کنار پسرم بایستد. همهمه‌ای در تالار پیچید. شاه ادامه داد: امروز شب جشن بزرگ شهر است. مردم در میدان اصلی جمع خواهند شد. اگر می‌خواهی کنار پسر من قدم برداری، باید پیش چشم همان مردم چیزی را نشان دهی که از زر و طلا مهمتر است. الیانا به آرامی پرسید: چیزی باید نشان دهم؟ چیزی که باید نشان دهم چیست؟ شاه لبخند بسیار محوی زد. جرأت. شب آرام آرام بر شهر فرود آمد. فانوس‌ها شهر را روشن کرده بودند و میدان بزرگ مملو از جمعیت بود. مردم آمده بودند تا جشن سالانه را تماشا کنند، اما شایعی به سرعت پخش شده بود. شاهزاده عاشق دختر فقیری شده. شاه می‌خواهد او را امتحان کند. ببینیم این دختر چه می‌کند. در میان صدای همهمه الیانا همراه پدرش وارد میدان شد. مردم با کنجکاوی و قضاوت به او خیره بودند. بعضی زمزمه می‌کردند، بعضی با تمسخر نگاهش می‌کردند. اما برخی دیگر، آنهایی که او را در محله فقیرنشین می‌شناختند، با غرور سر تکان می‌دادند. در سمت دیگر آروان با چهره نگران ایستاده بود. وقتی الیانا را دید به سمتش رفت. اگر نمی‌خواهی، اگر حس می‌کنی زیاد سخت است، من می‌توانم جلوی پدرم بایستم. الیانا لبخندی زد، از همان لبخندایی که همیشه دل شاهزاده را نرم می‌کرد. نه آروان، باید این راه را خودم بروم. صدای شیپورها بلند شد. شاه وارد میدان شد و مردم سکوت کردند. مردم هامار، شاه با صدای نافذش گفت: امشب نه فقط جشن سالانه، بلکه شاهد امتحانی مهم هستید. دختری از میان مردم ادعا کرده که عشقش به شاهزاده من عشقی واقعی است. امشب میخوام این حقیقت را بیازماییم. همه نگاه‌ها به الیانا دوخته شد. شاه دستش را بلند کرد و نگهبانها چیزی را به وسط میدان آوردند. یک مشعل کوچک. کنارش کاسه‌ای از خاکسترهای سرد و یک فانوس شیشه‌ای بدون شعله. شاه گفت: در این سرزمین ما همیشه باور داشتیم که آتش نماد حقیقت است. آتش نمی‌سوزاند مگر آنکه درونش دروغ باشد. حال اگر الیانا می‌خواهد ثابت کند که عشقش به پسر من از جنس صداقت است، باید با دستان خودش این مشعل را روشن کند. مردم با تعجب نگاه کردند. اما اعلیحضرت یکی از وزرا گفت: چوب‌های مشعل نمناک است. هیچکس بدون ابزار نمی‌تواند آن را روشن کند، مخصوصاً با این هوای سرد. شاه آرام گفت: عشق واقعی در دل هر چیزی جرقه‌ای دارد. نگاه‌ها همه به الیانا بود. پدرش لرزید. آروان قدمی جلو آمد، اما شاه با نگاه او را متوقف کرد. الیانا آرام جلو رفت. به مشعل نمناک نگاه کرد، به خاکسترهای سرد، به فانوس خاموش. دستانش را روی قلبش گذاشت. قدم کوچکی به جلو برداشت و زیر لب گفت: اگر عشق من حقیقت دارد، پس این آتش باید بیدار شود. چشمانش را بست. هوای سرد نفسهایش را تبدیل به بخار کرد. دستانش را به خاکستر نزدیک کرد. انگار چیزی درونش می‌لرزید،
اما نه از ترس، از ایمان. آرام کف دستش را روی خاکستر سرد گذاشت. مردم نفسشان را حبس کردند. لحظه‌ای گذشت. سکوت، باد و سپس جرقه. جرقه کوچک و کمجان اما واقعی. جرقه‌ای که از میان سردترین خاکسترها برخاست. جرقه‌ای که در دل تاریکی لرزید و سپس شعله شد. جمعیت یک صدا فریاد شادی سر داد. مشعل روشن شد. فانوس شقایقی رنگ گرفت و آتش در میان انبوه نگاه‌ها رقصید. شاه با چشمانی که برقشان پنهان نمی‌شد گفت: این همان آتشی است که من سالها پیش گم کرده بودم. آروان به سمت الیانا دوید. دستانش را گرفت و در آغوش کشید. مردم اولین بار به جای قضاوت کف زدند. شاه دستش را بلند کرد و گفت: از امروز الیانا نه یک دختر فقیر، بلکه بانوی آینده این سرزمین است.